نمیدانم زندگی چرا اینقدر سخت شده. نه پول دارم، نه کار دارم، بیکار، هیچ چیزی ندارم. خلاصه افسرده و حیران. برادرم، آیا واقعا چیزی نداری؟ اگر چیزی می داشتم این طور افسرده نبودم. اگر همین اکنون برایت 10 میلیون افغانی تقدیم بکنم خوشحال میشی؟ 10 میلیون؟ البته که خوشحال میشم. چی کسی است که خوشحال نمیشه؟ این پول زندگی مرا تغییر میده. اما یک شرط داره. چی شرطی؟ هر شرطی باشه قبول میکنم. بگو. در مقابل باید تو قبول بکنی که فردا دیگه از خواب بیدار نمیشی. چی؟ دیگه بیدار نشوم؟ این چی حرفی است دیگه؟ هرگز چنین شرطی را قبول ندارم. عجیب است. همین اکنون میگفتی که هیچ چیزی نداری. حالا یکی از نعمت‌هایی که زنده بودنت هست نمیخوای از دست بدی. پس چرا شاکر این نعمتی بزرگ نیستی؟ بیا که از نعمت‌هایی که الله سبحانه و تعالی نصیب من و تو کرده یاد بکنیم. چشمان زیبایی که با این میتوانیم همه دنیا را ببینیم. گوش‌هایی که میتوانیم هر چیزی را بشنویم. پاهایی که من و تو رو به اینجا آورد و قلبی که هنوز میتپد. و از همه مهمتر ایمانی که الله سبحانه و تعالی نصیب من و تو کرده است. همه چیزهایی هستند که از این 10 میلیون افغانی که برای تو پیشنهاد کردم دیدی که ارزشمند هستند. دیدی که تنها بیدار شدن تو صبح وقتی که بیدار میشی نعمتی عظیمی هست و او را تو حاضر نشدی که با 10 میلیون افغانی معامله بکنی. پس از این نعمات بزرگتر هست مگر؟ حق با توست. من با چیزهایی که دارم فکر نکرده بودم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر نعمتهای الله را بخواید شمار بکنین نمیتوانید حساب بکنید. لئن شکرتم لازیدنکم. و اگر شما بنده شکرگزار بودین و شکر کردین خداوند نعمتها را بر شما افزون میکند. بیشک. الحمدلله.